ازم شدی پر انگاری جدیدن، خسته ردیستایی که تو بندازی ندیدم. نترسم تو ظرف غذا ریختم هر سری که داشتم میکردم من خود ارضایی عزیزم. شدیدن تو میخوای شبیه من باشی، یه کار میکنم تیر کنی تو شقیقت خالی. عجیب بدحالی قلعه علمو چیه؟ تو هشتاشین بری قزوین برمیگردی پری دریایی. وقتی آشا میاد جا سکته داره، کریر امثال داغونه تا زنده باشه. راهش درازه هر کی سمت تو زدمش، وگرنه چرا پوتک بعد برات کامنت بذاره. افتادم گیر تویی که هیچ آرتیستی حال نمیکنه با سیست تو دیده. حرفم ویون ازم وقتی کل فالوور خودت و تیمت رو هم بازم کمتر از سین استوریمه. فکر میکنی قرعه رو بردی ولی زیادی رو بهت دادم که دون در آوردی. راست میگی سوراخمو دیدی چون به هر کی ریدم نشستی همونجا و پشت سرم گوهمو خوردی. بهتر این بازی و کشتری اوچ و یعنی بالا جنازت میزنم قیصری نوش. میگی با پله اومدی تو کل پله‌های ترقی و بری بالا تازه بعد بپری روش. ازت یه سوال دارم، چطوری توی موزیکات میگی از شیطان پرستی؟ چطور انقدر راحت سیاسی میخونی ویدیوشم میاد در حالی که حتی از تهران نرفتی؟ چون هممون یه کسایی رو میشناسیم که با این کار به مشکل خوردن، نکنه اشتباهه. لابد چون قیافت جانی پیدا نمیشی. نظرت چیه تو اینترنت بکنیم یه سرچ ساده؟ امیدوارم نه مثل غم لعنتی که سرفسته. دانیال تزاد فکرشو نمی کردی نه؟ روباه مکار فکرشو نمی کردی؟ ریلکس همینطوری ریلکس، تو که خیالت راحته، تو که کونت بیمه است. آخه کسی کاری با تو نداره که جیگر، اونم تو ایران که مردم همه چیو دیدن. الکی فردا نگی گرفتنه که هیچ کدوم اینا باور نمیشه دیگه. عشق است وگرنه چطور اینا کار ندارن به سیاسی خونی که کلی فیلم و عکس ازش تو اینترنت هست. بین من و توی شب و فوقینی بعد این کار نمیذارم دیگه من برا تو میدی. اومدی چسبیدی بهم سیگیل بازی برا ویو، ولی تو سیگیلم باشی که چغال تن و سولی. تویی که خلنگ پوتکی میشی کفن خشونتی رفتی اون دنیا پن نداشته باش ازم کدورتی. عقل نگذرین گفتم خیلی پلنگه ولی چون مثل خودته بهش میگیم پلنگ صورتی. مثل کار من اصلا نمیدی وارد ترم مرد درگه برنده رو میکنم نه جا بزنم تشینا رو بی خیال. فقط ببین چه حالی دارم بعد این اون بنده خدایی که برات داوسمش رفتن. تویی که خدا میگی بعض پروفایلو صورتیمون بوگافیده. مگه تو اوج شلوغی ها ترک ندادی؟ پس چرا اینجایی؟ فرق تو با توما چیه ها؟ باید بشی معاین سی تا توی توهم سوالت بمیری. تو گوگل بنویس CLOWN اونجا تنها جاییه که تو با خودت مقایسه میشی. واسه خرج داروهای مامانمه و بابامه اگه داره میشه پول استفادم رو اعتقادم. امروز بهترین و بدترین روزت، خوبیش اینه بالاخره تونستی ازم بکو گرفتی. قسمت بعدش اینه اومدم کونت بذارم. یه چیزایی ازت فهمیدم دیدی رو هم رفت و ولی اگه واسط سوال از کجا فهمیدم شاید از داداش تنیت محمد جواد. مردم میدونن اسم تو شناسنامه محمد رضا سیا داشتن انتظار دیگه. به نظر من چیزی که قراره خیلی خیلی شوکشون بکنه فهمیدن سن واقعیته. ساری 81 نیست 77، 81 نیست 77. رو کردم من برگا تو بچه قلمت هیچ وقت قوی نبود، فقط توی کارت سیاست و دروغ اندازه داری. سال 96 ترک دادی روی سایت تا 81. چرا فیست چبی 15 ساله آنی؟ سال 97 هم همینطور قیافت و چقدر دیگه باید رو بکنم از این داستانا دادا. آقا تو موزیکش فرمونده که آنتی سیستم اون وقت رکاشو میداده از رو آپارات بالا. باید خودتو از شاشینات پارشین، تو فقط یه آدم دلالی نه واقعی. برام جالبه متولد 77 بودی، چرا میخواستی خودتو لا 80 یا جا بدی؟ واسه این بوده تو صورتی میخوای رو ما یه تاثیر بذاری. تو رو یه 80 ببینه که حامله ای باید با سوسکا گم و گور بشی واسه تخلیه چایی. اومدی تو همه جا دیدی ساکت روباه مکاری بین مردم چی میگی وا بده. اگه واسه نیکا خوندی چرا 200 کا بشه؟ چون گول زدن مردم واسه جیبت لازمه نه؟ حالا که معلوم شده 98 کجا بودی کو اضافی نخور داغ مردم تازه شه. تو فقط پول یوتیوبو میشناسی شاز کوچولو میخوای اسمشونو بیاری دهن و آب بکش. همه حسابام با تصفیه میشن چون من مثل تو لاشی خودمو تغییر نمیدم. اسم منو نیکو فقط داری پول در میاری، درست و غلطشو بذار مردم تصمیم بگیرن. از این به بعد از طرف نیکو میگه این آدم ملی جک اون وقت تو موزیکش فوش میده به مادر مریضم. صبر کن منظورت از اون دونه ها چی بود؟ ما دهه 80 ها رو میگی؟
میگم چطوری یکی رو بشونی بغلت بگی اکس منه، یکی از فامیلای منه، این مدلی ازش حرف بکشی. میدونی چیش خیلی جالبه؟ اینکه با سرچ ساده عکسات و ویدیوهات و ترک‌هایی که قبلا دادی همه چیت میاد بالا، ولی خیلی ریلکس یه ماسک کشیدی رو صورت تو، به هر کی دلت میخواد فوش میدی، به من تهمت میزنی، به اون چه میدونم دیس میدی، ولی هیچ اتفاقی واسط نمیفته. بعد یه خبر فیک پخش کنی که گرفتنت. نترس. به نظرت کی حالا شرف داره؟ من یا تو؟ زندگیمونه این فیلم جر میدم همه رو، بعد از جلو رام نمیم بره بالا سر جنازت وایستادم جایی همه خالی، این احتمالاً بدترین درد زندگیت بشه. آشنا داشت بدون تلاشه که هر جور گذشت چیه، دروغ و سوابق منفور کسخل همه جا عکسات از ماسکو در بیار، فاز چیو داری ریم استری و مناطق محروم، واسه بیف تو خیلی راحتی گلم، نه فقط تو مثل تو جمشش تا پاپتی دورم، تو رپ که خوردی بی خیال خیابون و دعوا، جرأتشو داری کالا فریز پارت میکنم بابا صورتی، اون ماسکو در بیار، ما که میدونیم اینا به تو هیچ کاری ندارن، موزیکاتو گوش میدم خود به خود سال میشم، واقعا اینو مطمئنی موزیکات ساب نمینالن، آخه چی داری به چوغم بیماری یه دونم، به من میگی بس کسخل من گیر بک دادم چون بابام گفت واسه امتحان باید ریاضی بخونم، وقتی فهمیدم $5000 در میاره یوتیوب به قرآن که عوض کردم بیام سیاسی بخونم. واقعا خندم میگیره سنتم دروغ گفتی دانیال تزاد، تو دیواری به جونم قسم، زندگیمونه این فیلم جر میدم همه رو، باید از جلو رام نمیم بره بالا سر جنازت وایستادم جایی همه خالی، این احتمالاً بدترین درد زندگیت بشه. فکر نکن که فاز دوستی دارم، منظورت از دونهات ما 80 حالا که اینطوری شد منم خب دونه هامو توت میذارم، توت میکارم، توت میچینم، توت میارم، تو با تلافی میخوای طرفم بیای، تلاش تو میتونی بکنی، اینا فقط تو لیوانم چیزی بریزن زبون توتی دارن، همین که عبدالله و خلق الله و قافیه نکردم یعنی خیلی بیشتر رو دست توی کونی بارم. خیلی دروغی، ولی فکر کردی میذارم پشت دروغات قایم بشی همینطوری ویو بگیری تو یوتیوب، بعد اینا تا صبح دیس بده، نه جوابی میگیری دستت هم شد چاقال.